خب سلام و عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با حل یک تست از کنکور سال 1402 رشته تجربی در خدمتتون است. سوال 127 گفته که اگر ضابطه fx به این صورت باشه و ضابطه gx هم به این صورت باشه، مقدار g پریم در واقع مشتق تابع g یا g پریم منفی رادیکال 2 فوریه 3 ضرب در g پریم g منفی رادیکال 2 به فوریه 3 کدام است؟ خب بچه‌ها اینجا دقت کنید به این شکل. اگر خوب دقت کنید، خب ما اگر بیایم تابع f o g رو x رو خب باز کنیم به یه همچین چیزی میرسیم، یا از این مشتق بگیریم به یه همچین چیزی میرسیم. خب به این صورت f o g x یعنی چی؟ یعنی f g x، درسته؟ از این تابع اگه مشتق بگیریم مشتقش چی میشد؟ میشد مشتق درون تابع f. درون تابع f ما چی داریم؟ gx. از gx مشتق میگیریم میشه چی؟ g پریم x. حالا مشتق خود تابع f پریمه و هر چیزی که توش هست چی توشه؟ gx. خب میبینید این دوتا شبیه همن دیگه، فقط ما جای xش هنوز مقداری نذاشتیم. خب پس بهتر اینه که اول بیایم تابع f o g رو به دست بیاریم، خب و بعدش مشتق اون رو به دست بیاریم. خب یعنی یه تابعی به دست میاریم، یه دونه ضابطه به دست میاریم، یعنی که از دو تا ضابطه ما مشتق بگیریم از یه ضابطه مشتق میگیریم و بعدش جواب رو به دست میاریم، جایگذاری میکنیم و جواب به دست میاریم. خب حالا بریم سراغ این دو تا تابع fx و gx. دقت کنید ضابطه به تابع به در واقع ضابطه تابع fx دقت کنید. توی مخرج کسر خب ما داریم x منهای قدر مطلق x. خب اول بیایم این قدر مطلق رو آنالیز کنیم ببینیم چه اتفاقی واسش میفته. خب اگر که در واقع x ما مثبت باشه، خب اتفاقی که میفته به این صورته: یه رادیکال با فوریه 3 اون x خودشه، قدر مطلق هم فقط علامتش برداشته میشه منفی x. خب ببینید این برابر صفر دیگه. خب یعنی حاصل کسر ما میشه 1 صفرم که مبهمه. خب که ولی ما میخوایم این جواب داشته باشه، تو گزینه ها مبهم نداریم، همه عددن. خب پس باید x ما منفی باشه. اگر x مون منفی باشه چه اتفاقی میفته؟ x منفی 1 تو صورت رادیکال با فوریه 3 x خودش. خب x منفی از قدر مطلق میاد بیرون، منفی در منفی در واقع به این صورت میشه منفی در منفی x. خب جواب نهاییش به این صورته: یه رادیکال با فوریه 3 x به علاوه x. در نهایت میشه چقدر؟ یه رادیکال با فوریه 3 2x. درسته؟ این یک کسریه که میتونه جواب داشته باشه. خب دارای جواب هست. اما اگر x ما مثبت باشه، خب میبینیم که 1 به روی 0 میشه و مبهم میشه، جواب درست درمونی نداره. gx هم باز به همین صورت. خب اگر xش منفی باشه gx برای x های منفی به این صورت میشه 2 تا x به توان 3. حالا ما اول بیایم این FOG یا همون G در واقع F GX رو تشکیل بدیم به کمک این دو تا ضابطه‌ای که خلاصش رو حالا نوشتیم و جمع جورش کردیم. ضابطه FGX چجوری به وجود میاد؟ باید توی تابع F خب به جای اون متغیر X بیایم gx قرار بدیم، یعنی بگردیم توی ضابطه fx. خب هر جا به x رسیدیم بیایم gx بذاریم جاش. به چه صورت؟ خب ضابطه fx که اینه دیگه. خب اینو میام می نویسم: یه رادیکال با فوریه 3 2 رسیدیم به x. خب به جای x میام gx میذارم. gx چی بود؟ gx اینه
درسته؟ خب اینو میام مینویسم 1/2 x. خب این دو با هم دیگه ساده میشن، این توان 3 این x هم با این فرج 3 ساده میشه، کلن میشه 1/1 x یا در نهایت x. خب حالا بیایم از این x مشتق بگیریم دیگه. از x مشتق بگیریم یعنی در واقع از FOG مشتق گرفتیم. FOG x مساوی شده با x. درسته؟ حالا بیایم از هر دو طرف مشتق میگیریم. خب مشتق x میشه چقدر؟ میشه 1. به همین راحتی. یعنی خب خط y مساوی است با 1. درسته؟ یه خط صافه. یعنی به ازای هر مقدار xی خب y مساوی است با 1 میشه. یعنی خروجیمون 1. خب یعنی حالا چه x منفی رادیکال 2 به فرجه 3 باشه، چه x 1000 باشه، چه x در واقع حالا موادیر مثبت که نمیتونن باشن خب چون که اول بررسی کردیم، چه x منفی رادیکال 2 به فرجه 3 باشه، منفی 1000 باشه، هر عدد منفی باشه جوابش 1. خب یا همون گزینه سوم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از حل این تست. خدا نگهدار.